حیات نعمت سمرقندی ادیب شناخته توجیک صبح 18 اکتبر در زادگاهش سمرقند وفات کرد. بنا به اطلاع فرنگیان سمرقند که در گذشت حیات نعمت رو یک ضربه سنگین به اهل ادبیات و فرهنگ این منطقه تاجیک نشین می شمارند، مراسم نماز جنازه ادیب معروف ساعت 14 در دهه کوی سخا در نوی سمرقند برگزار می شود. حیات نعمت 31 ایول سال 1943 در دهه قواله نوی سمرقند به دنیا آمده. در 4 سالگی بر اثر یک فلاکت مجروح گردیده از پای روان محروم شد. او 8.5 سال در بستر بیماری در بیمارستان به سر برده تا صنف 7 در مکتب روسی نزد بیمارستان و از صنف 8 در مکتب رقم 16 تحصیل کرده است. حیات نعمت از سالهای 1965 تا 1983 به حیث محاسب و سرمحاسب در اداره معارف نوی سمرقند و از سال 1983 تا 1996 به حیث سرمحاسب اداره معارف ولایت سمرقند کار کرده. در این بین سال 1982 رشته فیلولوژی دانشکده آموزگاری سمرقند را هم ختم کرد. برای سالیان کارش در ساحه معارف حیات نعمت سزاوار عنوان آلوچه معروف خلق ازبکستان شده است. حیات نعمت از عنوان نورسی شعر می گفت و اشعارش در مجموعه شعر نشر شدند. او همچنان صدها غزل از سعدی، جامی و خمینی را به ازبکی ترجمه و نشر کرده. مؤلف چندین درامه منظوم از جمله مهر پیروز یا زاده نور و ایدئولوژی درد روزگار آدم عبارت از 2 نمایشنامه برادرکش و فراموشی می باشد. حیات نعمت بیش از 30 سال تذکیر ادیبان، شاعران، دانشمندان گمنام آخر عصر 19 و اول عصر 20 را فراهم آورده تا پایان عمرش به تحقیق حیات و ایجادیات شخصیت‌های برومند و آزادخواه تاجیک مشغول بود. در ساحه ادبیات شناسی نیز دایر به ایجادیات مولوی چند تحقیقات علمی داشت به مانند منوگرافیاهای فرهنگ مردمی آثار مولوی و فرهنگ واژه‌ها و افاده‌های مردمی در آثار مولوی. حیات نعمت سمرقندی یکی از مبارزان فعال برای حفظ زبان تاجیکی در سمرقند و دیگر منطقه‌های تاجیک نشین ازبکستان بود و در دوران پرزیدنتی اسلام کریموف حتی به تاجیکستان پناه آورد و چندین سال در خوابگاه وزارت فرهنگ در دوشنبه به سر برد. تنها بعد مرگ کریموف حیات نعمتوف توانست به زادگاهش سمرقند برگردد.